پسرم محمد مهدی جانم، قسم به چشمان بیگناهت، لحظه های تنهایی و قصه هایت، به آرمانت که آزادی بود با خود عهد بستم تا زمانی که جان به تن دارم نگذارم خون بیگناهت به فراموشی سپرده شود. من با تک تک لحظات تو و مامان گریه کردم و آب شدم و مصممتر برای ادامه راه و اکنون چراغی در دلم روشن است که نوید آزادی را میدهد و در آن روز فرخنده در جشن آزادی بر خاکتان بوسه میزنیم. پسر عزیزم، برادرم، و آن موقع به تو خواهیم گفت که دینمان ادا شد. محمد مهدی جانم، عزیز دل همه ایرانی ها.